به این سبک که میبینید در تصاویر. حسین زاده داخل محوطه، حسین زاده موقع برای تراکتور ضربه رو میزنه و توپی که روی به چارچوب پیدا نکرد. فرصت برای تراکتور، موقعیت خوب، چه خواهد شد؟ هاشم نژاد تو سر توپ ضربه رو حالا میزنه. الکسی گندو ارسالش رو باید انجام بده رو دروازه. حالا ارسال این بازیکن موقع برای تیم تراکتور، ضربه سر زده میشه و باز هم خطرناک و نفسگیر. همین کار رو انجام داد به سمت مقابل برای محمد نادری. فرصت برای ارسال، حالا رو دروازه، یه ضربه سر و توپی که اونجا زیر تاقی در میاره. الکسی گندو، ریکاردو آلوز که پشت توپ قرار گرفته. خوده ریکاردو آلوز، ارسالش کوتاه، یه موقعیت الکسی گندو همچنان فرصت برای تیم تراکتور کرد. با این فرصت حالا ارسال توسط ایگور داخل محوطه جریمه، سر اول با پرسپولیسیا پشت محوطه، ترابی ضربه رو میزنه و در ریباند هم کسی حضور نداره تا از این توپ استفاده کنه. یه بار دیگه آلوز رو دروازه کسی نیست. ایگور و ریکاردو آلوز پشت توپن. بریم این ارسال رو ببینیم از ریکاردو آلوز رو دروازه، موقعیت برای تیم تراکتور توی دروازه گل برای تراکتور. بازی میشه این ارسال ریکاردو. شجاع خلیلزاده کار خودش کرد. فرصت برای تراکتور میره که ایجاد بده. تومیساو، چه خواهد شد این توپ؟ حالا ارسال میتونه انجام بشه. ارسال، موقعیت برای تیم فران کرد. جانیال اسماعیلی فر یه پاس میندازه برای تومیسلاو، یا یه موقعیت میره حالا شکل بگیره. یاران تراکتور داخل محوطه جریمه، فرصت ترابی ضربه رو میزنه. الکسی گندوز در آورد، گلری میکنه باز همچنان، یه بار دیگه، یه شوت دیگه و باز هم الکسی گندوز. هاشم نژاد باز هم موفق نیست. توپ سوم چی میشه؟ تا سه نشه بازی نشه، یه ضربه ریکاردو آلوز. فرشاد احمدزاده ارسال بلند، یه موقعیت برای پرسپولیس میره که شکل بگیره پشت محوطه. ایگور پاسونسکی موفق، یاران تراکتور، توپگیری خوب. تومیسلاو سر همون خط ترابی. آقای کاظمی میاد برای بررسی صحنه. بریم که نظریشون چه خواهد بود و یا خطا رو برای بله این صحنه رو شاید حالا رفیع کارت بگیره یا اخراج شه. باید ببینیم نظر آقای کاظمی چیست. آقای کاظمی بعد اینکه صحنه رو دید، نتیجه وی ای آر چیست؟ کارت قرمز برای سروش رفیع. کار پرسپولیس سخت بود، سخت‌تر هم میشه. پاس بده برای ترابی که بهش نرسید. فرشاد احمدزاده توپگیری، موقعیت، تومیسلاو ضربه رو میزنه و باز هم الکسی چقدر سیو داشته. فرصت برای تراکتور همچنان. هاشم نژاد برای زدن ضربه مستقیم میزنه و توپش به فضای بالای دروازه رفت. سعید صادقی پشت توپه، آمده ارسال رو دروازه، خطرناک، موقعیت برای پرسپولیس توی دروازه. گل تساوی رو میزنه تیم پرسپولیس و این ایوب الاملوده که بازی رو 1-1 مساوی میکنه. ضرباتش روی مجدد خیلی تعیین کننده است. این ارسال رو دروازه به این شکل، این بار مدافع پرسپولیسی که گلزنی میکنه. برای آقاسی همه بازیکن‌های تراکتور در زمین پرسپولیس هستن. یه پاس تو در خوب، موقعیت برای تیم تراکتور. بازم الکسی، یه بار دیگه فرصت، گل یا نه؟ گل نیست. چه موقعیتی، چه توپی، هرچند که تراکتوری هاست. بسیط پایان بازی و تساوی دو تیم تراکتور و پرسپولیس در هفته